سلام و وقت بخیر. مقامات میگویند در نتیجه حمله موتربم به طالبان مسلح بر یک پوسته نیروهای امنیتی در برسولی شیرزاد ولایت ننگرهار 14 سرباز شهید و چند تن دیگرشان مجروح شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید اگر طالبان مسلح نیت صلح می‌داشتند آتش بس می‌کردند و طالبان را فاقد مشروعیت دینی، تعادب مردمی و وطنی خوانده. افزوده است در جریان مذاکرات بین‌الافغانی طالبان باید آتش بس می‌کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید جو بایدن در تیم زلمه خلیلزاد تغییرات آورده و شمار از افراد نزدیک به خودش را با خلیلزاد یکجا کرده است تا ابهامات این پروسه را بداند. شمار از رسانه‌های غربی گزارش دادند که احتمال می‌رود حکومت جدید آمریکا توافق دوحه با طالبان را لغو کند. دلیل لغو این توافق سرپیچی طالبان از وعده‌هایشان گفته شده است. و نمایشگاه زعفران امروز در کابل افتتاح شد. مسئولین می‌گویند هدف از راه اندازی این نمایشگاه بازاریابی به زعفران کشور است. هفته گذشته زعفران افغانستان در رده‌بندی جهانی مقام اول را کسب کرد.